زلاتان ابراهیموویچ هست، بهترین گلزن لیگ فرانسه و طبیعتا بهترین گلزن پاریس سن ژرمن. یه پاس عالی لوکاس مورای برزیلی، این چهره که تو پاس گل داد موفق میشه گل دوم تیمش رو بزنه. جلو در سال 2009 بدین سو نتونسته پاریس سن ژرمن رو ببره، در عوض پاریس سن ژرمن 7 گل قبلی مودرلو رو در برابر تولوز برد. مشکلات تولوز زمانی بیشتر شد که در 2009 امبونی مدافع این با کارت قرمز از بازی اخراج شد تا تیمش در نظر تیم اول به پایان رسید. در نیمه دوم یاران کارلو انچلوتی با بازی تهاجمی بهتر موفق شدن دوباره دیگه دروازه تولوز رو باز بکنن. در دقیقه 55 این بازی فرصت مناسبی بود تا زلاتان شمار گل‌های خود و تیمش رو بیشتر بکنه. این اتفاق نیفتاد تا یک بار دیگه در این در اون در آستانه گلزنی مقدس آرسنال آمار گل‌هاش روی عدد 20 ثابت بود.